آخرین بار کی پول قرض کردی؟ 2 نفر. هم از هومن قرض کردم. هومن حاج عبداللهی؟ بله. پس دادی؟ بله. زنگ بزن، انصافا زنگ بزن هومن حاج عبداللهی بگو آقا تایید کن که من پولتو پس دادم. جوابتو نمیده، میدونه پول میخوای دوباره. جونم داداش. خوبی قربونت برم، صدات رو اسپیکره. داداش من از تو پول قرض گرفتم بهت دادم؟ الان چرا یادش افتادی؟ تو برنامه پرسیدم. بگو به زندگی خصوصی مردم چی کار داریم بیادبا. شنیدی؟ اینا که پخش نمیشه حتما. ندادم اینجور که داری میگی بسی که حسابی با هم نداریم. آقا مافیایی میترسن واقعا. امیرحسین قیاسیه. خیلی بهش سلام برسون، بگو پسر جون برنامه‌هاتو دنبال میکنم، آفرین. چرا لاته هومن حاج عبداللهی؟ چرا هومن حاج عبداللهی لاته اینقدر؟ جات خالیه و ذکر و خیرتو کردیم و اینها. چه ذکر خیری گفتی؟ با مش میخوام بدم تو صورتش. گفتش یه نفر بخواد با مش بتونی تو سینما بزنی که گفتم هومنه، چون مطمئنم انقدر دوستم داره پا نمیشه منو برگردونه بزنه، میره. الهی من فداش، خاک پاتم. دو تا سوال از تو بکنم امیرحسین. نه در مقام پرسشگرا. نه بپرس. از کاری که میکنی راضی؟ کدوم کار یعنی منظور؟ همین کاری که داری انجام میدی. همین نونی که میبرم سر سفره زن و بچت میبری. آره راضی؟ بله. یعنی حلاله این نون؟ حداقلش اینه که با زن مردم عکس نمیگیرم.